در روزهای اخیر مهمترین تحولی که توجه جهان رو به خودش جلب کرد جنگ در اوکراین بود و خبراش در صدر خبرهای جهان هم قرار گرفت. برای همین امروز همراه هستیم با بابک تا ببینیم که رژیم چه موضعی در این جنگ داشته. بابک سلام میکنم به تو. البته من همه چیزو تو مقدمه گفتم، ولی موضع رژیم تو این بحران بالاخره چی بود؟ بله، اول من جواب مختصر بدم بعد به کمی باز کنیم. بله. موضع رژیم شیرجه زدن با سر تو این داستان بود، منتها وسطاش فهمید که استخر آب نداره. یعنی الان با سر خورده تو سیمان و فرقش شکافته؟ نه، هنوز رو حواس، هنوز به اون لحظه طلایی متلاشی شدن سرش نرسیدیم، کمی مونده. اما داستانش مثل اون داستان اون نفری هست که از آسمون خراش 200 طبقه سقوط کرد، 40-50 مونده طبقه مونده بود به زمین، از پنجره پرسیدن اوضاع احوال، گفت تا الان که مشکلی نبوده. بله. حالا منظور از این که با سر پرید تو استخر سیمانی خالی، همون تماس اولی بود که رئیسی جلاد با رئیس جمهور روسیه گرفت؟ بله، دقیقاً شروع همونجا بود. اینا یه بوی کبابی شنیدن، بعد طبق همون اصول سیاست خارجیشون که عبارت از کاسه لیسی و نوکرمنشی و دم جنباندن، سریع تماس گرفتن. 2 تا نکته جالبم تو این تماس گفت رئیسی جلاد. یکی که اونم گفت ما هم از تهدید ناتو به سمت شرق احساس ترس میکنیم و تهدید میکنیم. یکی هم برگشت گفتش که حالا وسط جنگی که 1 میلیون آواره شدن، تلفات غیر نظامی، بمب و موشک، حتی تهدید اتمی شدن، گفت امیدوارم که این جنگ موجب صلح و آرامش بشه. البته از جلادی مثل رئیسی همچین آرزویی هم که از وسط یک درگیری خونین زیاد بعید نیست، زیاد که اصلا بعید نیست. بله. حالا یه چیزی پیچی همین وسط هست بابک، اصلا رئیسی چی از ناتو میفهمه؟ ترکیب ناتو و وضع ناتو، اصلا ناتو چه ربطی به رژیم داره؟ بله، این سوال جالبه. ببین، قرار تو همین برنامه یا یکی از این گفتگوها گفتیم با رئیسی قرارمون این بود، البته از همین طریق تلویزیون، که ببین هر جمله‌ای که میگی و هر کلمه‌ای باید بتونی بنویسی، که نتیجه گرفتیم باید لال بشه، چون نمیتونست بنویسه. داستان ناتو هم اینه. من مختصر کنم، داستان این ناتو گفتن رئیسی مثل داستان مورچه است. اون لطیفه رو شنیدی دیگه. اون مورچه گفت می‌خواست بره شنا، لباس شناش گم شده بود، رفت یقه فیل گرفت که تو لباس شنای منو ور نداشتی. داستان ناتو گفتن رئیسی هم تو هم مایه‌های همین لطیفه و جوکه. بله. حالا این ماجرا مربوط به همون روزای اول بود، یعنی روز اول و کمی بعدش. بعد خامنه‌ای اومد حرفای دیگه‌ای البته زد که خوبه اگه موافق باشی فیلمشو با هم ببینیم، بعد دوباره ادامه میدیم. دقیقاً، چون ما نمیتونیم این خامنه‌ای با اون وقاحت و بی‌شرمی چنین حرفی بزنیم. این که مردم مهمترین پشتوانه دولت‌ها هستند. اگر مردم وارد میدان می‌شدند در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی‌شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. بله، خامنه‌ای وقتی دید این خبرها نیست و موضوع بزرگتر از قد و قوای رژیم و این فضولیا به خامنه‌ای نیامده، یه معکوس کشید و یه دفعه ماسک صلح طلبی به صورت کریهش زد و شروع کرد بعد بیرا به همه کشورهای دنیا، حالا جنگ 2 طرف داره دیگه، شروع کرد هر چی کشور بود تو دنیا فوش دادن و یه غلط اضافه دیگه هم کرد، همین که نشون دادید. حالا جالبه اسم رژیم این آخونده وحشی هست سلطنت مطلقه فقیه. انتخابات هم که نمایشه که تو آدمای خودش برگزار میشه، عین مسابقه اسب‌دوانی که توش اسب نیست، الاغ چلاغ میره شرکت میکنه مثل رئیسی. تازه این الاغ چلاغ هم از آرای باطل شکست میخوره، بعد به یک کشور اروپایی که انتخابات دموکراتیک داشته میگه تو پشتوانه مردمی نداری. بیاد باشه امید، اگه از نسل‌های بعد که نسل آخوندها کنده شد کسی گفت آخوند خمینی صفت و خامنه‌ای صفت میزان وقاحتش چقدر بوده، همین ویدیو رو نشون بده دیگه براش ماده میشه. داستان البته این موضوعگیری خامنه‌ای علت داشت، چون فرمونی که رئیسی گرفته بود نمیشد دیگه زیاد مانور کرد. روز اول اومده بودن خیلی تعریف تمجید کرده بود. داستانش هم من با یه مثال مختصر میگم. میگن یه راننده‌ای تو جاده کوهستانی میرفت و شبم بود و بعضی نور ماشینش هم خراب بود، مثل همین وضعیت رژیم. میفته تو دره و آش و لاش میشه، از اینایی که باند پیچی میکنن فقط چش و لب طرف، 2 تا پاش همیشه آویزونه تو بیمارستان. رفتن عیادتش دیدن که این بغل دستی هم همین وضعیت داره، فقط به این فوش میده. گفتن این چرا به تو فوش میده؟ گفت این فکر میاد من راه رو بلدم، دو پشت من میومد، اونم اومد ته دره. حالا اینا همین پشت سر هم مقامات رژیم پشت سر هم دارن میرن همون ته دره. بله. حالا این موضع‌گیری‌های خامنه‌ای و رئیسی انعکاسی هم داشته؟ انعکاس قابل ارزی که نداشته. کی وسط این بحران به این بزرگی نگاه میکنه به حرف؟ ولی اگر هم داشته چیز قابل ارزی نبوده، منم چیزی ندیدم.
ولی این موضع‌گیری ها تو داخل رژیم باعث تشدید درگیری ها شده، چون رژیم میدونه که بانداش این تام و جری میمونن با هم دیگه، دعوای بی پایان. بله که فقط خامنه‌ای هم نقش اون سگره داره دیگه، بعضا وارد میشه مصالحه میده بینشون، البته با عرض پوزش از تام و جری که با این وحوش مسخرهشون میکنه. البته یه فرقی هم داره ها، تو تام و جری به حرف اون سگ پرزور گوش میدن، به حرف خامنه‌ای دیگه الانش کم گوش نمیده. بله یه معذرت خواهی هم از تام و جری بکنیم، با این وحوش خامنه‌ای مقایسهشون میکنیم. بله. اما دو سه تا موضع‌گیری بوده در درون همین رژیم. همین حرف جنون‌آمیز خامنه‌ای که گفته مردم اوکراین تو صحنه نیستن، همین غلط اضافه برخلاف چیزی که همه دنیا دارن میبینن، شده موضوع دعوای آدمای رژیم. پاسدار داری که نوچه خامنه‌ای و پامنبریش و قرار هر چی خامنه‌ای بگه این تایید کنه. اگه حتی خامنه‌ای بگه دو تا میشه 5 تا، این میگه نه، یعنی میگه بله، میگه اتاق فکر استکبار طراحی کرده، سالهاست که دو تا رو کرده 4 تا. در قاره‌های انسان نخستین رفتی دیدی نوشته دو تا 5 تا. حضرت آقا درست میگن. انقدر این ابله و خلاص از شعور که گفت برای که حرفای خامنه‌ای رو سر این جهاد به اصطلاح تبیین تایید کنه، گفت خمینی در پاریس 43 سال پیش وقتی می‌خواست گوشت بخوره گفته گوشت کیلویی 100,000 تومان نمیخورم. اون موقع گوشت کیلویی 23 تومان بود. چون هم عقل درست حسابی نداره، همه میگن شریعت مداری ولش کن، اصلا کسی گوش نمیکنه به حرفش. اونور باند مغلوب هم از این موضع ابلهانه خامنه‌ای استفاده کرد، چند تا لگد تو دعوای خودشون به خامنه‌ای زد. عباس عبدی که نفر همین خامنه‌ای بود و آزمای خود رژیم باند مغلوب، توی توییت نوشت نقد اصلی به سیاست خارجی ایران یعنی رژیم این نیست که چرا این حمله را محکوم نکرده، مشکل اصلی این است که چرا برای خودشان گزینه دیگری نگذاشتن. یعنی میگه بابا این موضع‌گیری تحمیل دیکته‌ای، جز این نمیتونن موضع بگیرن. مثل کشورها دیگه نیستن حتی بیشینن میگن ما یه موضع میگیریم ولی این طرفی یا اون طرفی. اینا مجبورن. این حرف عباس عبدی آدم خودشونا میگه مجبورن چنین موضعی بگیرن. محمود صادقی اون نماینده نقزنی بود که این دفعه شورای نگهبان ردش کرد. اونم سابق. نماینده سابق این دفعه دیگه جاروش کردن. یعنی دیگه دوران مصرفش برای خامنه‌ای تموم شده. اونم یه توییت کرده بعد این حرف خامنه‌ای: ایستادگی کم نظیر مردم اوکراین، همبستگی ملت و دولت اوکراین در دفاع از تمامیت ارضی کشور، بی اعتنا به حمایت‌های خارجی خیلی ها رو وادار به اعتراف اشتباه پیش‌بینی‌هایشان کرد. امید است که مقامات عالی نظام یعنی کی؟ خود خامنه‌ای. یک شمشیر مانندی کرده تو پهلوی خامنه‌ای نیست اشتباه خود را تصحیح کنند. روزنامه‌های باند مغلوب هم فرصت و غنیمت شمردن، سر این موضوعگیری حمله کردن به خامنه‌ای. مثلا روزنامه مردم سالاری نوشته تلفن رئیس جمهوری به روسیه، یعنی منظور رئیسی جلاد، که کاش این ارتباط برقرار نمیشد. چه با حسرتی میگه چه ضرری کردن. آدم وقتی فکر کنه بوی کباب بعد بره ببینه خر داغ می‌خوره اینطوری میشه. ضرورت دارد تا نرم‌های جامعه بین‌المللی رو برای فرداهای خود رعایت کنید. میگن زبونتون رو دهنتون نگه دارید، هر حرفی عواقبی داره. همینجوری منبر نیست که شروع کنید چرت پرت گفتن. دنیاست تو سیاست و حساب کتاب داره. بله. میگه امیدواریم آن مؤمنی نباشیم که از یک سوراخ چند بار گزیده میشویم. یعنی میگه با همچین حرفی نزن، این چین پروندنا بها داره. روزنامه باند مغلوب هم مثل روزنامه همدلی دوباره در مورد همین اظهار نظر خامنه‌ای میگه که این جنگ هم روزی تمام خواهد شد و این بار به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی تاریخ توسط فاتحان نگاشته نخواهد شد. مردم جهان به وضوح میبینن چه کسی سمت حق و چه کسی سمت باطل ایستاده. یعنی منظورش اینه آقا جون یه ذره زبون به دهن میگرفتید، غلط اضافه نمی‌کردید، وای میسید اندازه کپنتون صحبت. آقا شما چه به ناتو و چنین بحرانی. الان هم بابا هر حرفی میزنید حواستون باشه عواقب داره. بله. باز طبق معمول داستان‌های بلاحت رژیم تموم نمیشه ولی وقت ما تموم میشه. بله. اگر حالا این بحران هم که ادامه داره بازم رژیم از این شکرخوری‌ها خواهد کرد. بله. ما هم در خدمت شما بله ما در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون.